چی؟ ریب بخونم؟ ریب بخونم برای ریب خوندن هنر در کن ریب بخون تو همین نه ریب خونده میتونی نه گپ زده میتونی وقتی تو باطل میکنی جوانی نامحترم. السلام علیکم برادران خواهران تاجیکستان عزیز و مهاجرای مهنتی، سلامی خود را به شما میرسانم. روزی سعید جمعه را به شما مبارکبایی میکنم. برادران و خواهران قندم، این کپکه و اچکیا برای آن شخصیت هایی هستند که بابیشان قطعی سر به سر میشوند. قطعی شما من این فرما قطعی گپ میزنم فایو قطعی هم خیلی گپ زدم برکن. یک جوان میروه 5 سال اینستیتوت میخونه، با میروه 3 سال 4 سال 5 سال خیلی خلاصه کرده 10 سال دیگه اسپیرانتورا و دکترانتورا میخونه، میوید عالم میشوه. عالم تمام جاده برآمد میکنه، عالم دکترانتورا خوندگیه، دکتر شدگیه. باباتون 60 سال خوندگیه، 60 سال پستی و بلندی های زندگی را هم آموختگیه که عالم همشه نقلتون میکنه. بابا ریب خون، ایتم ریب هم خوندن نمیتونی، گپ هم زدن نمیتونی. خطا حرمت کن جوانی نامحترم. یک تای دیگهش بود گفته که همین بابا حاجی را پرسین بچه داره. در نام جانم تو بابا حاجی را هم نغز میشناسی که در گیجا تولد شده یا ای گیجا های چی کسب کارت میشناسی که این سوالا داده استی؟ برادری قند دردی سری خودت نشوه با بچه. الحمدلله خدایا شکرش فرزندهای هم خوب دارم، پسرانی هم خوب دارم، هم پسرانی خوب دارم. اولی می بیایه وقتش می بیایه، انتظار شب تو در حسرتی انتظار شب می بیایه خودش سر و سیمه نشب می بیایه. برادرها من که وقت زیاد نمیگیرم درباره همین مرده که ریب خوندگه یک شمه قطره ای بر ای حیاتی زندگی خودم که خدا شاهده من گپ میزنم به شما. روزی جمعه که تیسر جمعه رفتم در کن زمانی بود من یاش بودم با نگه که با افسانه میگه جوانا شما دا افسانه شما دا گپای بابا افسانه شما وابشه همین بابا را نمیخواین. باباشی درم کنجی خانه دا بابا خارا و جنج بزنه خارا گپ نزنه خیلی نیست. ای باباتون او بابا نیست. زمان یاش بودم رشته سخن دراز نمیکنم. زمان یاش بودم، زمان کار میکردیم، پسرچم ضروریام رفته است دودرچم در عقیب شدگی ما در پیش اشتم رفته استیم. ای وحدت استیانکا شافیور استیانکا برای میشناسن. استیانکا رفته استیم برف زمستان قهرتونه برف ممکنه 50-60 سانتی متر باشه. باید ما بریم در طلب روزی باید ما بریم. برآمدیم رای کاریده چون هم رفته استیم تریزو محکم ماگنیتوفون بلند موندگی ما شیشتم گرم هم خیلی تایتانه پالتو مالتو رو برآوردگی پرتفتگیم شیشته هم خیلی رفته استیم راحت هم خدا خودمون رو دادگی. همین کاریر میزگریم بیس استانوفکای تنگینای آدمو بسیارن در راه کاریر یک مسافد استوده
تیاقش هم که زدگیه، تیاقش زدگیه. دستش هم که بالای تیاقش دای. همین تسبیح هم که تسبیح گردونده است. هم که تسبیح گردونده است چشماش جکیدگیه. همین که تسبیح گرد اگر باور کنید مرا. من شاهد هستم ولی بود دادارچم ممکن ویدیو را گوش کنه با بگه که حجی امور به نظر آوردی. ها پاسی و بلندی زندگی و امور به نظر میام همه شما گام میزنم شما دا پاسی و بلندی رو یک قطره اولی گفتم شما دا. شورشین جوانو همین خیل تسبیح زده است. تسبیح زده است خواه همین خیل. ریشی همین خیل دراز باریک داره. برف همین خیل بلنده همین خیل اومده. برف همین خیل بلنده. برف همین بالای سلاش همین خیل بلنده. برف همین خیل تیوقای کو همین خیل برف بلند. ما دور همین خیل بلند ایستاده نمیجیم با. یا اون کس بینه میگه هیکلا. همین با 60 گذشته رفتیم. با 60 گذشته رفتیم. یا 150 متر کمتر زیادتر. یک گفتم بیست ترمز کو. بعد ایستو ترمز گفت چی گپ شی؟ میمونی بریم. گفتم نه نمیمونم. نزده که گفت چی گپ؟ گفت آنا مسافر دیدی. مسافر گفت هم مسافره. گفتم آنا مسافر زنده گفتم اونجا. حقیقی. همین های کردن عقیب اومدن پیش مسافر من کرد. همین درم هم خیلی هوی کردم. همین هوی کردم پیش مسافر چشمش هم خیلی هوی کرد. تاکیدم برفا را تاکیدم بالا را تاکیدم سالا را تاکیدم همه را تاکیدم مسافر یخ کرده یخ چراغ گفتم بابو جان بشی در پیش دست کمکی پیش بشی. گرفتم دست کمکی پشت باور کردم چراغ پراغ میکنه در گرفتم شنو آدمش دست کمکی پیش در جای خودم عقیب گذاشتم. بابا گرم شد رشاش قطعی هم خیلی اوچ کده است رش باریک هم خیلی باریک داره. با فکرم وای بخشش وای قلم بود چی قلم بود ازبک بود نمیدونم خیلی کن توجیه نبود ولی درجه شگم میزنم. بعد همونجا شش تک هم خیلی رفتیم. خیلی کریر تو پاوروتی لنینگراد چقدر وقته اوخی میرم ایسو نگاه میکنم ما آدم میکوندگی گام میزنم ایسو میکوم اسم بابا خیلی سوزم بابا نغزم بابا گرم شدم. توچکان نمیم استوچنی که گپ گیری را نیافته استم. خپا. بعد گفتم بابا جان گیجا نمیفروه. گفت گیجا میریم شما. من گفتم سیان کمیرم شافیور ما رفته پای رست روزی شافیور کار میکنم. ها شافیور کار میکنی. گفتم او مرا تو پاوراتی لنینگراد بار. تمام دیگه گپ نمیزنم. با می خیمون در میگم پاورس لنینگراد رسیده است. ای بابا یا چی آموختن در کو یا چی گرفتن در کو ای بابا یا چی آموختن در کو گرفتن در کو گپ نمیزنه بابا نمیتونم استوچن که گپ نمیومد بابا بگیرم. بعد گفتم بابا جان چخیر سوز تنج گرم شدی؟ گفت که گرم شدم. گفتم که خائنه دیدی که ما همین خطا دیدم بابا جان. یک 100 متر رفته بودم اوجه با رازوارم با نزدم پیش خدا شیشتم خطا گرفتم اینا در جای خودم شنودم اینا گرمک اومدی ها بابا جان چی خیلی ها خیلی نغز و خیلی خیلی که گفت که خیالت گا بابات ایتمی ندار شید. گپی بابا را بی خیالش گا بابا ایتمی ندار شید. ایتم هم ندار نیستم. خب شیشتا گپ یا گپ زن قطعی بابا باطل کن ما باطل کردگیم قطعی بابا. بعد میگه که ما ایتم ندار نیستم و قریب فرمودن شده ما ایتم ندار نیستم. ما تماما سرم هیچی خیالگاه خدمت کردی به مرا خیالگاه که مینادارش نمیتم میگم عصبوش ویرون گپ نزن بابا را گپ گوش کن عصبوی بابا را گوش کن. بعد گفت که گوش که پسرم میدونی برای چی ایتم مینادار نیستم؟ گفتم خیلی گپ نفهمیدم که خدمت میکنی مینادار نمیشم. ما از ذات پاک مینادارم که وقتی که تو رفتی خداوند تو را هشدار کرد در دل تو مهر و محبت بابا را جو کرد. تو ترمز کردی فرمان دادی آمدن بابا را با یک مهر و محبت و نوازش گرفتن در پیش جوه که خودت گرم کش شناندن. ما ایو ذات می ندارم ایتم می ندار نیستم.
گفتم باطل جانبی تو، حق جانبی تو گفتم. برادرای قند من، این دنیا خیلی نیسته، این دنیا خیلی نیسته، خیلی سهل نیسته. برادرها که رول زیادتر شده است بخشش میگن که غشت اول گر نهد معمار کش تا به آخر میرود دیوار کش. جوانای محترم، همتون جوانای محترم، در حیات زندگیتون غشتا را کج ننهید. راست بینید که 30 سال باباتون در رسیدین بگین که آها خدا رحمتش کنه. گپ بسیار عمر کوتاه اسپید نمیکنم. زنده باشین. باید کامنترها در نویس بسیار رئیساندی دعا بته. من خیلی اگه باید دعا را پدراتون بگیرین. شرط نیست رفته یک وعده بخشش دعا پدر خداوند پدر مادر پدرو کدوم حرمت میکنه دعاش میتونم. خداوند در این روزی سعید، در این روزی جمعه، در این روزی بهترین روزها خدا همه ما را، تاجیکستان عزیز را، فرزندای ما را، مهاجرای مهنتی را خداوند یگانه جای بیخوف بیخطر پشت پناه خدا در پشت پناه خدا نگهبانشون باشی. عمرکاشون دراز، تنشون صحت، مغزشون سالم، خوشی‌های زندگی نصیب روزشون بگردانی. خداوند مهاجرای مهنتی با تنی ساعت مغز سالم فیض برکت دستی پر با پیش اهل برشون برگشتن نصیب روزی بگردانی. خدای مهربان برادران هستند، خواهران هستند در طلب شهوارهای مهربان، در طلب عروسان، در پرای زوجه مهربان، زوجه حکای مهربان هستند. جوانایی که در طلب فرزندکای صالحه خدا نصیب روزشان بگردان. خیلی کمیدون خدا رحمت و مغفرت گذاشتگان. الله اکبر. برادران قند من بخشش یگان سخن ناجا گفته باشه.